بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 52 از سلسله برنامه‌های تفسیر نور. در این درس به حول و قوه الهی آیات 101 تا 103 سوره مبارکه البقره رو پی میگیریم. در درس گذشته به گوشه از مسائل اون اشاره کردیم. به علت کمبود وقت شرح و تفسیر و درس و عبرت‌های اون موند واسه این درس. همونطور که مستحضر هستید، محورهای درس تفسیر ما شامل تلاوت آن آیات، سپس معانی کلمات و همچنین ترجمه اون آیاتی که تفسیر خواهد شد و مفاهیم لغوی که در خلال اون آیات نهفته است و بالاخره شرح و تفسیر اون آیات به طور اجمالی و در نهایت درس عبرت هایی که از اونها گرفته میشه شامل خواهد بود. ابتدا گوش جان بسپاریم به تلاوت زیبایی از این آیات مبارکه، آیه 101 تا 103 سوره مبارکه البقره. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. بله عزیزان، همینطور که مستحضر هستید معانی کلمات را در درس گذشته گذراندیم. نبذ یعنی دور انداخت یا به شدت پشت سر انداخت. وراء ظهورهم
پشت سر انداختن و دور انداختن نشانه بیمیلی و بیتوجهی و عدم التفات هست. که انهم لا یعلمون، مثل اینکه نمیدانند. و تبعو یعنی پیروی کردند، گردن نهادند، اطاعت کردند. ما تتلو یعنی آنچه که شیاطین یاد میدادند و خبر میدادند. علی ملک سلیمان یعنی در عهد و سلطنت و پادشاهی سلیمان علیه السلام. و هاروت و ماروت نام دو فرشته معروف نزد بسیاری از مفسرین، هرچند که غیر از این هم گفته شده. ضارین یعنی ضرر و آسیب رسانندگان. خلاق یعنی نصیب و بهره. مثوبه یعنی اجر و ثواب. و اما ترجمه این آیاتی که در درس گذشته هم از اون مرور کردیم، با نظری سریع از اون رد میشیم. ترجمه آیه 101: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. این آیه مبارکه اینطور میشه ترجمه کرد روان که هنگامی که پیامبری از جانب الله به طرف آنها فرستاده شد و او یعنی اون پیامبر تصدیق کننده کتابی بود که با آنها بود، یعنی با اون اهل کتاب، گروهی از اهل کتاب را یعنی قرآن را پشت سر انداختند و آن را نادیده گرفتند، مثل این که نمیدانند. آیه بعدش آیه 102 که واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان تا آخر هست. این آیه را میتوان روان اینطور ترجمه کرد که پیروی کردند از آنچه که شیاطین در عهد پادشاهی سلیمان علیه السلام برای آنها میخواندند و بدانها یاد میدادند. و سلیمان کافر نشد، بلکه این شیاطین بودند که کفر ورزیدند با آموزش سحر به مردم و آنچه که در بابل بر هاروت و ماروت نازل شده بود. و آنها به کسی چیزی یاد نمیدادند مگر اینکه میگفتند همانا ما سبب آزمایش الهی هستیم، پس کفر نورزید یا پس کفر نورز. پس آنها یاد میدی گرفتند از آن دو فرشته چیزی را که به وسیله آن جدایی میاندازند یا بیاندازند بین شخص و همسرش، حالان که آنها زیان رسانندگان به کسانی نیستند مگر به اجازه و اراده الهی. و آنها می آموختند چیزی را که برایشان ضرر می رساند و فایده‌ای ندارد. و البته دانستند که هر کس خریدار چنین کالایی باشد پس در آخرت هیچ بهره‌ای نخواهد داشت و بد چیزی است آنچه که بدان خویشتن را فروختند اگر که می دانستند. و بالاخره در آیه 103 آنجایی که فرمود ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم ولو انهم آمنوا واتقوا، اگر آنها ایمان می آوردند پرهیزگار می شدند، لمثوبة من عند الله خیر، البته پاداش و ثواب الهی بهتر است، لو كانوا یعلمون، اگر که آنها می دانستند. در ضمن این آیات ما مفاهیم لغوی داریم که دلالت‌های ویژه و خاصی داره که در درس گذشته اونها را مد نظر قرار دادیم و دیگه بهش بر نمیگردیم در این درس به علت کمبود وقت. بریم سر شرح و تفسیر کوتاه و مختصری از این سه آیات. دانستیم که این سه آیات نیز همانند آیات ما قبل در مورد عملکرد نازیبای بنی اسرائیل، یهودیانی که نعمتهای الهی بر آنها عرضه شد و آنها خود منتظر پیامبر موعود بودند، پیامبر اسلام، ولی حسدشون در زمانی گل کرد که دانستند پیامبر از خود آنها نیست، ولذا سر عناد لجاجت نهادند و آن همه آیات بشارت و مژده‌ای که در تورات نازل شده بود و پیامبر را به خلق و خوی می شناختند، یعنی به وصف خلقی و خلقیش می شناختند، پشت سر گذاشتند، نادیده گرفتند، دور انداختند.
از دیگران کتمان کردند و پنهان کردند و بالاخره رو به ناسازگاری و عدم ایمان گذاشتند. بالاخره بنی اسرائیل به خاطر این عناد لجاجتی که بود، خداوند عزوجل اونها را به بلا و امتحان آزمایش سختی آزمود. آنها بسیاری از احبار و بزرگان اونها معتقد بودند که سلیمان علیه السلام به وسیله سحر و جادو توانسته همه موجودات غیر انسان را مسخر دست خودش بکنه و این را نوشته و در دیوان او پنهان کردند تا زمانی که سلیمان وفات کرد. وقتی اون را بیرون آوردند، این تهمت را به سلیمان علیه السلام زدند که سلیمان سحر و جادو میکرده و لذا این را بر خود روا کردند و جایز دونستند و ترویجش دادند تا اون حدی که حتی بزرگان دین نیز به آن مبتلا بودند. بزرگان دین یهود والیعاذ بالله به آن مبتلا بودند. خداوند عزوجل هاروت و ماروت را مأمور میکنه بنابر رأی بسیاری از مفسرین که این دو فرشته معظم بودند که خداوند برای باطل کردن سحر اونها را در بابل عراق فرستاده بود و به اون مردمی که به اوشون پیام میداد که سحر را چگونه باطل کنید یاد میدادند که مبادا خودتون مرتکب سحر و جادو بشید. انما نحن فتنه فلا تکفر، ما اومدیم آزمایش الهی هستیم، ممکنه چیزهایی از ما یاد بگیرید که بتونید به وسیله آن دوباره سحر و جادو کنید. شما سحر و جادو نکنید. فلا تکفر در اینجا نشانه در اصل اینه که سحر و جادو را اتخاذ نکنید و در پیش نگیرید و عملش بهش نکنید تا اینکه کافر نشید. چون ندای هاروت و ماروت این بود که از سحر و جادو برحذر بدارند، نه اینکه به سوی آن دعوت بکنند و بخوانند. و در حدیث صحیح که امام حاکم نیشابوری رحمت الله علیه از عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت کرده است، فرمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که من اتى کاهنا او ساحرا وصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد. یعنی کسی که نزد کاهنی آمد یا نزد ساحری و تصدیق کرد آنچه را که میگوید بر قرآن، یعنی بر آنچه که بر محمد علیه السلام بر قرآن بر محمد نازل شده است که همان قرآن است، کفر ورزیده است. یعنی تصدیق کافر و کاهن که تصدیق و گوش دادن و تصدیق کردن حرف کاهن یعنی جادوگر و ساحر چیه؟ کفر است به قرآن کریم. و همچنین امام بزار از عمران بن حسین رضی الله تعالی عنه که صحابی جلیل و قدری است روایت میکند که فرمود رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده است من تطیر او تطیر له او تکهن او تکهن له او سحر او سحر له و من عقد عقدة و من اتى کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد علیه الصلاة والسلام. بله، همونطور که مستحضر هستید این روایت به ما میگه که کسی که فالگیری کنه، تطیر یعنی فالگیری، کسی که فالگیری بکنه خودش یا براش فالگیری بشه، یعنی بره پیش فالگیر بگی برام فالگیری کنید، یا اینکه پیش کاهن برود و فال بگیرد به وسیله کهان. میدونید کهان نوع فالگیری است که پیش بینی میکنند از طریق ستاره شناسی یا کف شناسی و امثال اون. کسی که خودش این کار بکنه یا اینکه براش انجام بدن، یعنی بره پیش کاهن بگه فال برام بگیرید از این روش. او سحر او سحر له، یا اینکه سحر بکند خودش ساحر باشد، یا اینکه سحر واسش انجام بدن، بره پیش ساحر بگه واسم سحر بکن، یا اینکه گره را ببندد،
یعنی بخواد نوعی از سحر هست که با گره بستن انجام میگیرد، یعنی اینکه بخواد طلسم بکنه به قول ما خودمونی ها. و من اتی کاهنا، یا اینکه پیش کاهنی برود و او را تصدیق بکند، این کافر شده به آنچه که بر محمد علیه السلام نازل شده است و اون قرآن کریمه. آری عزیزان، این گونه قرآن و سنت در مورد سحر و جادو سخن گفته است که متاسفانه در جامعه بشری به خاطر حسادت و کینه و عداوتی که بین دیگر انسان نسبت به همدیگه وجود داره رخ میده و ما شاهد اون بسیار هستیم. بین برادر و برادر، بین همکار و همکار و بین خیش و اقوام، این مسائل بسیار به چشم میخوره، بسیار خطرناکه، بسیار خانمان برانداز هست و عاقبت بدی و شومی در دنیا و آخرت داره. قرآن به ما میگوید فلا تکفر. این فلا تکفر قرآنی به خاطر ارتکاب سحر هست در عهد سلیمان توسط بنی اسرائیل. وقتی که می اومدن به مردم گفتن سحر نکنید، می گفتند این سحر به کفر می انجامد، فلا تکفر. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث مکرر این گونه به ما گوشزد می کند که هر کس که سحر انجام بدهد یا بره پیش ساحر واسه سحر انجام بدهد به قرآن کافر شده است والعیاذ بالله. و مطمئنا کسی که به قرآن کفر ورزید از اسلام خارج است، دیگه مسلمان نیست. این انسان نمازش درست نیست، روزهش درست نیست، زکاتش درست نیست، تمام عبادتاش باطله، مرتد شده از دین خدا. اگر بمیرد در اون لحظه دیگه غسل بر اون واجب نیست، اون در قبرستان مسلمان ها براش نماز خونده نمیشه، در قبرستان مسلمان ها دفن نمیشه. حواستون خوب جمع کنید. کسی که به سحر و جادو رو می آورد در یک خطر بسیار بزرگی داره به سر میبره. سحر قرین شرک است در اسلام، قرین شرک است. ولذا در قرآن کریم در همین آیات میخوانیم که در سحر هیچ نفع و فایده‌ای وجود نداره. در عبرت هایی که از این 3 آیات میتونیم بگیریم میتونه اینها باشه. یکی و از همه چیز مهمتر، گناه و جرم کسی که دانسته مرتکب شود، گناه و جرم کسی که دانسته مرتکب شود بسیار زیاده. و اون به خاطر اینه که الله سبحانه و تعالی اتمام حجت میکنه با علمی و عقلی و منطقی که به اون انسان داده. ابتدا اهل ایمان بوده یا اهل علم بوده یا بهش گفته شده یا میداند که این راه اشتباست ولی باز هم مرتکب میشه. این انسان در خطر بسیار بزرگی است، چون جای خوشبختی و سعادت را با فساد و بدبختی برای خودش خریده است. ولذا این انسان خیر و خوشبختی را با شر و فساد و تباهی برای خودش مزین کرده و اون را داره میره. درس دوم، عاقبت سرپیچی از راه حقه. یعنی انسانی که از راه حق سرپیچی بکند عاقبت بسیار شوم و بدی داره. ولذا بنی اسرائیل وقتی که تهمت افترا بستند به سلیمان علیه السلام، خودشون در دام و تله سحر و جادو افتادند و آنقدر مصیبت زده شدند و آنقدر در این زمینه به کفر و ضلالت وارد شدند که از اون نمیتونستند نجات پیدا کنند. و قرآن هم میفرماید فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون. بعد از حق هیچ چیز جز گمراهی نیست، هیچ چیز جز گمراهی نیست. به هر حال یک کاری ممکن است یا حق باشد یا باطل، یا خیر باشد یا شر، و اگر خیر نیست و اگر حق نیست بدانید که اون باطل است و فساد و شره. تهمت سحر و جادو به سلیمان علیه السلام یکی دیگر از کارهای زشت و نازیبای یهود بود که کفر تلقی شد. ولذا قرآن کریم فرمود و ما کفر سلیمان، کافر نشد سلیمان. چرا؟
سلیمان که پیامبر بود، وحی می آورد، وحی برش نازل می شد، مردم را هدایت می کرد، هم پادشاه بود و هم پیامبر. قرآن چه وجهی داره که در اینجا چی میخواد بگه که فرمود و ما کفر سلیمان؟ میخواد بگه که حتی سحر هم مرتکب نشد. این دروغ و افترایی است که یهود به سلیمان علیه السلام بستند و از این لفظ برداشت میشه که سحر کفر است. درس دیگر اینه که جمله یعلمون الناس السحر، یعلمون الناس السحر، در اینجا حال شیاطین هست. ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. این جمله حالیه است. شیاطین کفر ورزیدند. چرا؟ چون شیاطین بودند که یعلمون الناس السحر، به مردم چی یاد میدادند؟ سحر یاد میدادند. و از اینجا دقیقاً واضح و روشن فهمیده می شود که هر کس مروج سحر و جادو باشد کافر میشه و حدش در اونجا اینه که گردنش با شمشیر زده بشه. یک فاصله میگیریم و یک برنامه دوباره برمیگردیم به ادامه بحثمون و برداشت‌هایی که از این آیات کریمات هست. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. با سلام مجدد بینندگان عزیز، ادامه درس و عبرت‌هایی که از آیات 101 تا 103 سوره مبارکه البقره داشتیم را ادامه میدیم و در اینجا به چند درس عبرت اشاره کردیم. یکی این که گناه و جرم کسی که دانسته مرتکب شود بسیار زیاده، عاقبت سرپیچی از راه حق بسیار شوم و نازیباست. تهمت یهود به سلیمان علیه السلام به این که سحر و جادو مرتکب میشد خود کفر است و احتیاج به توبه داره. ولذا قرآن کریم فرمود و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. این شیاطین بودن که کفر ورزیدند. پس ارتکاب سحر هم کفر هست، چون قرآن کریم فرمود ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. پس هر کس که همانند شیاطین انس و جن مروج سحر و جادو باشد، به هر وسیله که میخواد باشه، تشویق بکند، نشون بده، سحر را یاد بدهد، سحر را در میان مردم ترویج بدهد بر شیوهی که هست، یا خودش ساحر باشد یا نشون بده به ساحر، یا هر چیزی که از این زمینه باشد، وسیله‌ای برای ساحر فراهم بکند، وسیله‌ای برای انجام سحر آماده بکند، همه اینها شامل سحر میشه و اینها همه ملعون هستند در فرهنگ دینی ما و همه کافرند. مطمئناً اینها نیاز به توبه دارند. آزمایش و امتحان الهی شیوه و انواع مختلف داره و مؤمن باید در اون صبر پیشه بکند. یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنة فلا تکفر. کسانی که میخوان سحر را باطل بکنند، همانند هاروت و ماروت، باید مردم را بر حذر بدارند که هرگز به طرف شعبده بازها، جادوگرها یا تمامی کسانی که مروج سحر هستند اصلا نرن و ذهنشون به اونجا نره. متاسفانه عده‌ای دجال در میان امت اسلامی هم وجود دارند که به ظاهر خودنمایی میکنند که اهل علمند یا اهل کتاب هستند یا اینکه چیزی حالیشون هست از قرآن و سنت. در تاقچه های منزلشون هم کتاب های قرآن و سنت میگذارن، ردیف میکنن، تا اینکه وقتی بیننده مسلمانی، وقتی که زیارت کننده مسلمانی که در دام سحر و جادو افتاده، مبتلا شده، گرفتار هست، روانش، اعصابش داغون هست و نمیتونه تحمل بکنه، میره به مکتب دفتر اینها، میره به اینها سر میزنه و از اینها راه حل میخواد، میدونی چی میگه؟ میگه کنید
اشاره میکنه به قرآن و کتابهای سنت که پشت سرش قرار داده و کتابهای دین، تا اینکه اونها را بفریبد. بعد میره پشت سر در اتاقهای تاریک، پر از دود، پر از خون، پر از افعی و مار و به اصطلاح امثال اون چیزهایی که باش سحر و جادو میکنند، طلسم خودش رو انجام میده، مینویسد یا میپیچد یا گره میزنه و سپس به اون شخص مبتلا میده تا اینکه در اون راه ضلالت و گمراهی بیشتر ادامه بده. میدونید سحر انسان را اونقدر با خودش میکشه و اونقدر انسان را با خودش مبتلا میکنه که از دامن ساحر هیچ چیز جز فساد به بار نمیاد و هر روز باید بهش رشوه بدید، هر روز باید بهش پول بدید، هر روز باید خواهش و التماس بکنید تا اینکه این سحر را با سحر دیگر قوی بکند یا اینکه باطل بکنه یا اینکه درستش بکنه یا الی آخره. پس بنابراین انسان مؤمن مسلمان اگر که خدای نکرده مبتلا شد به سحر، یعنی اینکه دیگری بر حسادتی که بر علیه اون به خرج داده سحر کرد، دیگه برای باطل کردن سحر پیش ساحر دیگری نره، رشوه ندهد، پول ندهد، بگه سحر شده هم سحر منو باطل بکنید، چون سحر باطل کردن فقط با قرآن امکان داره. قرآن کریم بهترین و سنگین ترین ضربه بر سحر و ساحری است. ولذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و در حدیث صحیح در صحیح بخاری و مسلم فرمود که سوره بقره را بخوانید در خانه ایتان و سوره آل عمران بخوانید در خانه ایتان تا اینکه شیاطین رخنه نکنند. این دو سوره را بخوانید به خاطر که سنگین ترین سوره ها بر سحر و جادوست و ساحران تحمل اون را ندارند. تجربه کنید برادر و خواهر مسلمانی که مبتلا شده ای به سحر و جادوگری یا اینکه بر علیه تو سحر و طلسم کرده اند، در خونه بشین فقط سوره بقره بخون با اخلاص، فقط سوره بقره بخون، احساس خواهی کرد که سبک بیداری میشی، داری اون طلسم ها و اون جادوهایی که بر علیه تو تراشیدن در منزلت داره پاک میشه و از بین میره. با اخلاص این کار انجام بده، نتیجه را خواهید دید. و در این راه اگر که کمی ناراحت هستید و اعصابت به هم ریخته و زندگیت پریشان شده است، صبر در ابتلا را فراموش نکن، چون انسان مؤمن در هنگامی که مورد آزمایش الهی قرار میگیرد صبر میکنه. قرآن میفرماید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. مطمئن باش اون چی که بر علیه تو انجام دادن، طلسم کردن، سحر کردن، جادو کردن، این قضا و تقدیر الهی برای تو بوده، نه با اراده خودشون، با اراده الهی بوده. خدا خواسته اینطور باشه برای تو. حالا چی کار میکنی؟ صبر کن، صبر پیشه کن و فقط به خدا التماس کن و دست به دارگاه خدا بلند کن و فقط به خدا باز بگرد و با قرآن خوندن و ذکر و نیایش کردن و سجده بر پیشانی خاک الهی سپردن طلب کن خدایا این گرفتاری از سر راه من بردار. از درس‌های مهم دیگر این آیه اینه که سحر حقیقت داره ولی روانی است. سحر حقیقت داره. در آیات دیگه هم میخونیم در قرآن مجید که و سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم. ساحران عهد فرعون سحر کردند، همه مردم را شیفته خودشون کرده بودند، تعجب واداشتند، ولی و سحر بزرگی را انجام دادند در عهد موسی علیه السلام، ولی قرآن همه اونها را باطل کرد. سحر بنابر قضای الهی تأثیر میگذارد، بله تأثیر میگذاره، ولی به اذن و اراده الهی هم باطل میشه. این را فراموش نکنید. یعنی سحر ساحر اونقدر آسون باطل کردنش که قرآن میفرماید هنگامی که در مورد فرعون، داستان فرعون و موسی را میخوانیم در سوره هود و در سوره اعراف، خیلی زیبا و جالب اونها را به مثال میکشه و میفرماید که اونجایی که میفرماید قالوا یا موسی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما جئتم به السحر ان الله سیبطله. اونجایی که میفرماید قرآن کریم از زبان موسی علیه السلام
به ساحران فرعون میگوید که ما جئتم به السحر ان الله سیبطله. با یقین تام میگوید موسی علیه السلام در حضور اون همه ساحران گردن کلوف و چیره و غالب در معرکه میفرماید که هر چی که اینجا تقدیم کردی همه سحره و خداوند، البته که خداوند و یقینا که خداوند و یقینا که الله اونها رو باطل میکنه. ان الله سیبطله، ان الله سیبطله، ان الله لا یصلح عمل المفسدین. خداوند عمل مفسدین را اصلاح نمیکنه، اونها باطل هستند. و بنابراین سحر بنابر قضای الهی تأثیر میگذارد و همچنین هم با امر و فرمان الهی و روش که خداوند و رسول خدا صلی الله علیه وسلم یاد داده باطل میشه و نابود میشه. اکثر استعمال سحر در تفریق خانواده هاست و لذا قرآن کریم فرمود که و یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ما يفرقون و یتعلمون ما يفرقون فیتعلمون منهما ما يفرقون به بین المرء و زوجه. یعنی اکثر استعمال سحر در تفریق خانواده است متاسفانه، بین که زن و شوهر را به جان هم دیگه بندازن، بین اونها جدایی و اختلاف بندازن. و همچنین جمله ما یضرهم ولا ینفعهم نشان میده که سحر جز ضرر و زیان چیز دیگری به همراه ندارد. و درس آخر این که ساحر وابستگان آن در خطری بزرگی هستند و لذا قرآن کریم می‌فرماید ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا یعلمون. و این تهدیدها و انذارهای قرآنی است برای کسی که سحر بکند یا روش سحر را در پیش بگیرد یا اینکه مروج سحر باشد. امیدواریم که خداوند عزوجل همه را توفیق دهد که به سر عقل بیان. ولو انهم آمنوا واتقوا، اگر که آنها ایمان آورده بودند به قرآن کریم و اتقوا و پرهیز کرده بودند، تقوا پیشی کرده بودند در انجام سحر، یعنی سحر را کنار گذاشته بودند، لمثوبة من عند الله خیر، البته اجر و ثوابی که خداوند میدهد به اونها در دنیا و آخرت بهتر است. لو كانوا یعلمون، اگر که این را میدانستند. و آخر دعواتی ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله تعالی و سلم علی نبینا محمد و آله و صحبه اجمعین، والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.